یک روز یک کس آمد پیش من گفت استاد برای مرا چند نفر سوال کردیم، برای من چند قسم تشریح کردن. چی رو چند قسم تشریح کردن؟ گفت مرا بیخی نیزی کس عقیده من خراب کنن، آخری نفر خودت هستی، صحیح جواب میتی بیتی نمیتی عقیده من خراب است. من گفتم خب برو بگو خیر سال آخری نمون. از نکردم دیگه علما، اگر من خود دایی هستم عالم نیستم، پیش یک عالم دیگه میشه بری باز اگر من سوال تا جواب تا گفتن نتونستم. چرا؟ گفتم خب سوالی چیست؟ گفت مسئله قبر است، عذاب قبر. گفت یکی برای من میگه عذاب قبر مثل خوار است، یکی میگه عذاب قبر مثل چی است، چوکی برقی است که یک نفر میکشه، یک نفر میگه عذاب قبر زدنک است مثلا چطور است، یکی میگه آخر ما گفت خودت چی میگی عذاب قبر؟ ما گفتم برادر عزیز، برادر محترم، کل از اونا که تشریحات بر تو دادن متاسفانه یک کلمه از پیششان فراموش شدن. چی فراموش شدن؟ که عذاب قبر غیب است. عذاب قبر چی است؟ غیب. ما ایمان داریم که یک انسان در قبرش عذاب میشه، اما چون خود ما احساس نکردیم، محسوس نیست، معقول نیست، مربوط به غیب است. یکی محسوس است، مثلا یعنی کامپیوتر محسوس است، بنابراین میره با حس خود میفهمم. معقول چطور است؟ عقل ما بر من میگه که اینمی لپتاپ یک کسی ساخته، پس معقول شد. کسی که ایره ساخته در عقل یک انجینیر ساخته، خودش محسوس است. اما کدام انجینیر است من نمیفهمم، نامش غیب شد. تا که یک کسی برای ما چی بده؟ خبر بده. مسئله قبر اونو میریم ببینیم، نفر بردیم در داخل قبر مانده میشه، کفنش محسوس است، مرده محسوس است، قبر محسوس است. صحیح نه؟ معقول چی است؟ معقول عقل ما بر ما میگه که اونمو خالق که از هیچ پیدا کرده بود، اونمو خالق اینمی قدرت داره که اینو دوباره زنده بکنه. پس درست است نه؟ عقل ما میگه، وحی بر ما میگه، احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و میگه بله عذاب قبر وجود داره. پس عذاب قبر وجود داره. خب آل عذاب قبر محسوس است، معقول است و یا مربوط به غیب است؟ مربوط به چی است؟ آفرین. اینال کس از غیب گپ زده میتونه؟ پس او کسایی که میگه والا عذاب قبر ترا این قسم در چوکی میشن، بازو چوکی برقی است، این از دل خود جور کرد. او دیگه که میگه صاحب در قبر شد، در قبر به مو اندازه هست که در مسائل غیب ما شما چی میگیم؟ توقیفی است. غیب چیست؟ یعنی توقیفی چی مانا؟ توقف میکنه. ایمان داریم اما کیفیت عذاب قبر به مو اندازه که در آیات احادیث آمده ایمان داریم، از او که در پای خدا بلندتر پیشتر نمیگذاریم. همین ادب است در اعتقادات.